فرزندگان و بزرگان این کشور ما کاریم و دو تا مسجد داریم. مسجد زمستان است و مسجد تابستان است که به خاطر در زمستان اینجا این مقدار بهتر به خاطر انرژی در دانشگاه اسلامی تبریز درس می‌کنم از همدان مدرسه هم در کل این 5 روزه از که روزنامه دستی بعد در روز تقریبا بین 400 تا 500 تا گردشگر خارجی از کشورهای مختلف و اینا رو می‌خرن و به عنوان سعید کشور خودشون می‌برن. هم در زمانی که واسه که بهره برداری اینجا داشتیم نفر ایران هیئت داشتیم. ولم يكن له كفوا احد.